من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا. گفتیم که در این سوره همش دلائل هست نقلی، این هفتمین دلیل هست از موسی علیه السلام و تبلیغ موسی علیه السلام به سوی قوم، هم قوم دعوت و هم قوم اجابت، اما اینجا بیشتر قوم دعوت است، یعنی فرعون و فرعونیان. خب این هم به تفصیل در سوره اعراف خوانده شده، اینجا فقط همون ترجمه هست. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین. ما موسی را فرستادیم با آیاتمان، با معجزاتمان و سلطان مبین و دلیل آشکار. منظور موعظه واضح توحید که هیچ پوشیدگی بهش نبود توش، شفاف آشکار. الى فرعون و ملئه، بسوی فرعون و درباریانش. فاتبعوا امر فرعون، حماقت فرعونیان. فاتبعوا امر فرعون، آن قوم آنها اتباع کردند، تبعیت کردند از امر فرعون. و ما امر فرعون برشید، امر فرعون رشید نبود. رشید یعنی راهگشا نبود، راهنما نبود. اون چیزی که فرعون راهنمایی میکرد در واقع راه نجات نبود، راه رشد و هدایت نبود. یقدم قومه یوم القیامه. علت اینه که فرعون رهبریت میکند قومش را در روز قیامت، پیشا پیش اونهاست، جلوی اونهاست. کجا میبرد؟ فاوردهم النار، وارد میکند قومش را، داخل میکند در آتش جهنم. و بئس الورد المورود، بسیار ورد بدی هست. ورد میگویند جای برداشت آب را. بیشتر کسانی که در روستاها بودند، جایی که قنات هست، قنات آب، قنات که شامل چندین حلقه چاه هست، پشت سر هم آب می آید و جایی که آب در واقع از چاها بیرون میاد و در جوی قرار می گیرد و مردم می روند اونجا برداشت می کنند آب را، آب بر می دارند، استفاده می کنند. این محل را می گویم ورد، جای عرض کنم که ورود آب، به اصطلاح آبسر. ورود اون یعنی المدخول، اون جایی که اینها داخل میشند، جایی که اینها آورده میشند. ای بئس المدخل المدخول فی و هو النار، جایی که اینها، مدخلی که اینها داخل میشوند در آن، اون مدخل بسیار مدخل بدی هست. اون آبسر بسیار آبسر بدی هست. یعنی چیه؟ جهنم هست. و اتبعوا فی هذه لعنة و یوم القیامة. اتبعوا
این نتیجه دنیوی تابع و متبوع است. فرعون و لشکر هست و اتبعوا، الله می فرماید که دنبال اونها انداخته شد، قرار داده شد در همین دنیا لعنت، یعنی در همین دنیا مورد لعنت الله عزوجل قرار گرفتند. و یوم القیامه، در قیامت همچنین، در قیامت هم لعنت، در این دنیا هم لعنت. بئس الرفد المرفود، رفت به معنی عطا، تحفه، المرفود به معنی داده شده، یعنی بسیار تحفه که داده شده تحفه بدی هست، عطای بدی به اونها داده شده. اون عطای بد چی بود؟ لعنت، دوری از رحمت. این به سبب عملکرد شنیع، عملکرد بد است. خب پس قوم از هدایت فرعون هدایت گرفت و استفاده کرد. هدایت فرعون کجا بود؟ به جهنم، به سوی جهنم اونها را برد. عطای بسیار بدی و هدیه بسیار بدی برای اونها شد. الله تعالی در این میان جمله معترضه بیان می‌فرماید برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفتیم هدف از این واقعات چندین هدف است. یکی تقویت خود پیغمبر که هم در همین سوره میخوانیم. منظور ما از این قصه ها این است که تو را تقویت کنیم، تو را قوی بکنیم. یکی دیگر از اهداف صداقت رسول الله است، یعنی اینها دلیل هستن بر صداقت پیغمبر، به این شکل که این پیغمبر پیغمبری هست امی که تاریخ نخوانده، کتاب نخوانده، ولی از احوال و جزئیات این اقوام اینگونه برای شما دقیق زیبا بیان می کند. این دلیلی هست که این با وحی ارتباط دارد، دلیلی هست برای اینکه پیغمبر خدا و فرستاده الله است. الله می فرماید ذالک من انباء القرى نقصه علیک، این از اخبار قریه ها است، شهرهای مختلف که ما تعریف می کنیم بر تو. منها قائم و منها حسید، بعضی از این شهرها قائم هستند مثل مصر، هنوز سر جایش هست. و منها حسید، بعضیها درو شده هستند، یعنی از بین رفتند. حسید درو را میگن، نه، اونا را الله تعالی از ریشه زد. و ما ظلمناهم، الله می فرماید ما بر آنها ظلم نکردیم، ولكن ظلموا انفسهم، اما آنها بر خودشان ظلم کردند. ببین قبل از ارسال رسول، قبل از فرستادن خیرخواه بر اونها ما عذاب نیاوردیم، ما رسول را فرستادیم، اونها بودند که ظلم را بر خود کردند، از نصح و خیرخواهی رسول استفاده نکردند. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، این نفی شفاعت قهری هست. خدایان برایشون کاری نکردند. فما اغنت عنهم، دفع نکردند از آنان، مستغنی نساختند آنان را. آلهتهم التي يدعون، آن خدایان و آن آلهه باطلی که یدعونها، اینها اونها را میخواندن بغیر از الله. من شیء، هیچ نفعی ندادند. من شیء، هیچ. لما جاء امرک، وقتی که عذاب ربت آمد، امر ربک، وقتی که امر رب آمد، عذاب پروردگار آمد، هیچ نفعی برای اونها نداشت. چه نفعی نداشت؟ اون آلهه ذره‌ای نتوانستن تخفیف در عذاب بدن. و ما زادوهم غیر تتبیب، این ترقی هست. نفع نداد بجای خود بماند، بلکه اینها را تباه کرد، همون آلهه تباه کرد، چون عبادت اونها باعث تباهی شد. و ما زادوهم، نیفزود در اونها،
غیر تطبیب، غیر از هلاکت، غیر از خاری و ذلت. و ما زادوهم ای بعبادتهم لها، که اینها اونا را عبادت کردن، این عبادت نیفزود در اونها بغیر از تباهی. سبحان الله. الان خداوند عزوجل سنت الله را بیان می کند. عادت الهی این چنین هست، سنت الهی همین است، این تخویف دنیوی هست. و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه. این بیان سنت الهی است و گوشزدی هست برای ما بقیه انسان ها. ای انسان ها، ای بندگان، این عذاب فقط برای قوم عاد و قوم ثمود نبود، برای قوم شعیب و برای قوم موسی نبود، برای فرعونیان نبود. الله تعالی هر کس را که مخالفت بکند با حق، با اهل حق، این گونه مؤاخذه می کند. و کذالک اخذ ربک، این چنین از گرفت ربت، اذا اخذ القرى، وقتی که اهل قریه ها را بگیرد، و هی ظالمه، در حالی که اونها چی باشند؟ ظلم کننده باشند، ای مشرکه و کافره. ان اخذه علیم شدید، بدون شک گرفت خدا دردناک هست و شدید هست. ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الاخره. این باز هم تخویف اخروی هست. ان فی ذلک، فی ذلک مشار الیش، این واقعات، این جریانات، این اتفاقاتی که برای این اقوام گذشت، هر یک را خواندیم به نوعی عذاب گرفتار شد. الله می فرماید در همه این واقعات لآیة، ای آیة عظیمة، نشانی بزرگ هست، لمن خاف عذاب الاخره، برای کسی که از عذاب آخرت بترسد. سبحان الله. باید انسان از این واقعات درس بگیرد. این واقعات برای داستانگویی نیستند عزیزان، برای درسند، برای عبرتند. هر کسی که از عذاب آخرت میترسد باید از اینها درس بگیرد. کدوم عذاب آخرت؟ الله می فرماید ذالک یوم مجموع له الناس، آن آخرت روزی هست که همه مردم جمع می شوند. مجموع له الناس، از اول گرفته تا آخر، اولین و آخرین همه اونجا جمع می شوند، همه گرد هم می آیند، هیچ کسی یک نفر هم باقی نمی ماند که نباشد. و ذالک یوم مشهود، و این روز روزی هست مشهود، ای تشهده الملائکه كلهم من آدم الى آخر ناس. یشهده الناس، مردم همه گواهی میدن، انبیا گواهی میدن، ملائکه هم گواهی میدن. اونجا هر کسی بر علیه هر کسی که شکایتی دارد می گواهی میده. پیغمبران میاند خدایا این قوم به حرف ما گوش نکرد. ملائکه میاند خدایا اینا این اعمال بد را انجام دادند. روز گواهی هست، روز تجمع هست. و ما نؤخره الا لاجل معدود. الله می فرماید ما آن روز را مؤخر نمی کنیم مگر برای مدت معین، یعنی بدلیل حکمت های مدت معین، مدتی بعد اون روز اتفاق میفته، اون روز میاد. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، این از احوال قیامت است. روزی که قیامت بیاید، لا تکلم نفس، هیچ نفسی سخن نمیگوید، الا باذنه، مگر به اذن الله. هیچ کسی یارای سخن گفتن، جرأت سخن گفتن ندارد مگر کسی را که الله اجازه بدهد. و انسانها اونجا مختلفند به اقسام مختلف. فمنهم شقی و سعید. الله می فرماید بعضی از این انسانها شقی هستند، بعضی بدبختند و بعضی سعید، بعضی سعادتمندند.
فاما الذین شقوا ففی النار، اما اون انسان هایی که شقاوت کردند، راه بدبختی را گرفتند، ففی النار، آن انسان ها در آتش هستند، لهم فیها زفیر و شهیق، برای اون انسان ها سر و صدا هست، هیاهو هست. زفیر صدای الاغ را میگن زفیر، شهیق هم صدای الاغ است. اول وقتی که الاغ صدا میدهد، اول صداش خیلی بالا میره، بالا و پایین میره، آخر باز یک نوع دیگه صدایی داره، آخر وقتی که بس میکنه. لذا شهیق همون صدای آخر الاغ را میگند، زفیر صدای اول الاغ را میگند. منظور که سر و صدا دارند، هیاهو دارند. اینها در یعنی آتش بیتابند، میسوزند، تحمل نمی کنند. الله می فرماید خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، همیشه در آن جهنم میمانند، ما دامت السماوات والارض، تا مادامی که آسمان ها و زمین هستند، الا ما شاء ربک، مگر آنکه رب بخواهد، ان ربک فعال لما یرید، همانا رب انجام میدهد آنچه که اراده بکند. بحثی دارم اما آیه تمام بشه. این تخویف بود، این حالت شقی بود، انسان بدبخت در جهنم برای همیشه میماند. و اما الذین سعدوا ففی الجنه، اما آن انسان هایی که سعادتمند باشند، آن انسان هایی که بختیارشان باشد، ففی الجنه، آنها در بهشت هستند، خالدین فیها، همیشه و همیشه در آن بهشتند، ما دامت السماوات والارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین باشند، الا ما شاء ربک، مگر آنچه که الله بخواهد، همان مقداری که الله بخواهد، عطاء غیر مجذوذ. الله می فرماید این بخششی هست، عطایی هست از جانب الله، غیر مجذوذ ای غیر مقطوع، بی پایان، بی انتها، عطای بی انتهایی هست، حد و اندازه ای ندارد که خدا به این بهشتیان عنایت می کند. اللهم اجعلنا منهم، اینها اهل سعادتند، اینها خوشبختانند که الله به اونها عطای غیر مقطوع عنایت می کند. حال ما اینجا یک بحثی داریم، بحث علمی هست، تو تفسیرها آمده. اون این است که خدای تعالی دو چیز بیان فرمودند. یکی خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، اهل جهنم همیشه در جهنم هستند تا وقتی که آسمان و زمین هست، الا ما شاء ربک، مگر آنچه که ربت بخواهد. اولا آیا آسمان و زمین مگر اونجا هم هست؟ آسمان و زمین که همینجا از بین می رود. آسمان را الله می فرماید اذا السماء انشقت و اذا السماء کشطت، آسمان جمع میشه، آسمان تمام میشه، آسمان تکه تکه میشه. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، زمین به هم کوبیده میشه. ما دامت السماوات والارض، اولا خدمت شما عرض کنم این کنایه از تعبید است. کنایه از چی است؟ تعبید، از ابدیت. ما در دنیا این محاوره را داریم تا وقتی که آسمان و زمین باشد، یعنی همیشه و همیشه. چون در ذهن ما به ظاهر اینه که این آسمان و زمین این اصلا فنا نمیشه، این همیشه هست. پس این کنایه از تعبید است. یک جواب دوم اینه که منظور از آسمان و زمین اونجا هست،
اونجا خدای عزوجل یه آسمان و زمین جدیدی پیدا می کند. خب بر اساس شرایط اونجا آسمان و جدیدی خواهد بود، زمین خواهد بود. پس اون آسمان و زمین همیشه هست. تا زمانی که اون آسمان و زمین هست آتش هست، یعنی جهنمی توش می سوزد. الا ما شاء ربک، مگر آن که خدا بخواهد. خداوند استثنایی کرده. من قبلا خدمت شما عرض کردم برخی جمع کوچکی معتقدند که خدای عزوجل یک روزی جهنم را خاتمه میده، جمعش میکند. ولی خب اینجا اگر جهنم را جمع میکند و استدلال بگیرن از الا ما شاء ربک، درباره بهشت هم آمده الا ما شاء ربک. پس این نظر درستی نیست. علما به شدت با این مخالفن، ردش کردن که جهنم پایان میپذیرد. هیچ دلیلی در قرآن و سنت نیست. هر جا اگر هست تعبید هست، ابدیت هست، همیشگی هست. هر جا خالدین فیها ابدا، خالدا مخلدا فیها، تأکید بر تأکید. بنابراین باید برای این استثناء الا ما شاء ربک مصداقی پیدا کنیم. الا ما شاء ربک، ها این دلیل اون بعض را نگفتم. اون بعض معتقد است که عادلانه نیست که این انسان، الله تعالی عادل است، عدل نام دارد و این عادلانه نیست که این انسان مثلا 50 سال شرک کرده، 100 سال کفر کرده، خب باید به همون اندازه گناهش بهش عذاب بدهند، نه اینکه به صورت ابد. کفر موقت، عذاب موقت باید باشد. اونها از اینجا استدلال میکنند و میگویند خدا عادل است. ما معتقدیم که این عین عدالت است که هر چی خدا عذابش بده. چرا؟ به دلیل اینکه یک، هر چی که اینجا حیات داشته در تمام حیاتش این کفر کرده، اونجا هم هر چی حیات دارد در تمام حیاتش به عذاب گرفتار است. دوم اینکه اینجا زندگیش بیشتر نبود و الا اگر 1000 سال عمر میکرد، چون ایمان مقدرش نبود، 1000 سال کفر میکرد. اگر 10,000 سال عمر میکرد، 10,000 سال شرک و کفر میکرد. پس هر چی که این برایش بوده اونجا همون اندازه، یعنی اینجا ابد هست، اونجا هم ابد هست، به عذاب گرفتار میشه. خب الا ما شاء ربک استثناء هست برای اهل بهشت که مشخصه. امکان داره بهشتی ها ابتدا در بهشت نباشند. ابتدا، این استثناء از ابتدا هست. ابتداء شاید به خاطر گناهان، به خاطر معاصی به اعراف برده بشند، به جهنم برده بشند، بعداً نهایتاً به بهشت آورده می شوند. اما درباره جهنمی ها الا ما شاء ربک، شبیه این آیه خواندیم قبلا. من از قول بعضی از مفسرین گفتم که در بعضی از مواقع از جهنم خارجش می کنند، نه برای استراحت، نه برای تنفس، بلکه مثلا میبرن به طرف ماء حمیم، میبرن به طرف، عرض کنم که اون کوهی که فرمود سأرهقه صعودا، میبرن به طرف زمهریر، اون جایی که چنان یخ هست و چنان سرد هست که دوباره تمنای آتش میکند، چنان اونجا یخ بسته میشه. خلاصه گاهی برای تنوع عذاب، برای شکنجه دادن بیشتر به جاهای دیگه برده میشه. شاید هدف از استثناء اون استثناء هست. خب این سخنی هست که بسیاری از مفسرین گفتند.
اما حضرت شیخ رحمه الله می فرماید الا ما شاء ربک معنای دیگه دارد. الا به معنی سوا هست، یعنی همیشه در آتش میماند، سوا ما شاء ربک، غیر از اون چیزی که خدا میخواهد. غیر از اون چیزی که خدا میخواهد یعنی امکان داره که در همین جهنم غیر از عذاب جهنم هم دیگه شکنجه هایی برایش باشد. سوا ما شاء ربک، سوای آنچه که ربت میخواهد، سوای آنچه که رب میخواهد، مثلا عذاب اضافی، عذاب زیادتی، عذاب بیشتری که خدا علاوه از این جهنم برایش تعیین کرده. ببین این مثالی گفته شیخ رحمه الله، مثل این است که شما به کسی میگویید لک علی الفان، شما از من 2000 درهم میخواهید. لک علی الفان الا الالف التي كانت، یعنی سواها. شما از من 2000 میخواهید مگر اون 1000 که بود از اول. الا اینجا به معنی چی هست؟ سوا هست، یعنی سوا از اون 1000 درهم، غیر از اون 1000 درهم 2000 دیگه میخوایی. پس ببین چیزی از 2000 کم نشد، چیزی دیگه اضافه شد با این الا. هر جا الا کم نمی کند. لذا این که میگیم خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، همیشه هستند. الا ما شاء ربک، این الا از همیشگی چیزی کم نمی کند، بلکه این همیشه هست. سوا یعنی این عذاب هست، غیر از این عذاب آنچه که رب بخواهد، علاوه از این عذاب آنچه که رب بخواهد. یعنی بعضی ها خداوند اینقدر بر اونها غضبناک است که تنها به این بسنده نمیشه، تنها به این اکتفا نمیشه. عذاب جهنم همراه با شکنجه های متنوع، مثل همون زمهریر رو عرض کنم که ماء حمیم و ماء زقوم و غیره غیر. پس اینجا الا به معنی چی هست؟ سوا هست. این قول زجاج هست، قول امام فرا هست، قول سجاوندی هست، بسیاری از نحات همین قول را گفتند. علامه آلوسی همین نوشته والمعنى سوا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها. والمعنى سوا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها، معنی این است که غیر از اون عذابی که خدا آماده کرده که آخری ندارد، همیشه در جهنم هستن، غیر از اون عذاب. مثل این است که مثلا شما ببینید 2 نفرند حکمشون حبس ابده، در زندان افتادن، حکمشان حبس ابده، اما یکی با شکنجه یکی بدون شکنجه. یکی حبس ابده، ابد هست همیشه، اما فقط نشسته اونجا، فقط زندانه، کیفرش همون زندانیش هست. اما یکی دیگه نه، هر روز هر هفته اونو میبرن شلاق میزنند. پس میگیم این حبس ابده، سوا از این حبس ابد دیگه شکنجه های اضافی هم برش هست. الان درباره جهنمی ها و بهشتی ها، درباره هر دو این استثناست، یعنی اهل جهنم همیشه هستند، غیر از این عذاب همیشگی، سوا از اون چیزهای دیگری که رب بخواهد برش هست، یعنی شکنجه بیشتر، عذاب بیشتر، گرفت بیشتر. بهشتی ها هم همیشه در بهشت هستند. الا ما شاء ربک یعنی سوای آنچه که الله میخواد، یعنی بغیر از این که در بهشت میمانند، علاوه از این نعمتهای ویژه، نعمتهای خاص، انعامات ویژه برایشون هست. پس این الا به این معنا هست، استثناء، نه اینکه چیزی از ایامش را در جهنم کم می کند. الله می فرماید که
فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء، زجر بر عناد کفار، نباش در شک از آنچه که اینها انجام میدهند. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل، اینها دیگر دلیلی ندارند، عبادت نمی کنند مگر همان گونه که عبادت میکرد پدرانشان قبل از آنان. و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، ما هم به صورت کامل میدیم سهمشان را. نصیبهم پایین نیست، من العذاب، سهم عذابشان را بهشون کامل میدیم. غیر منقوص یعنی بدون کم و کاست، بدون کمی، ناقص نمیدیم، کامل میدیم عذابشون را. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینکه اینها با شما اختلاف میکنند و قبول نمی کنند، شما نگران نباشید. به موسی هم کتاب دادیم، اختلاف شد در اون. اختلاف شد به چه معنی؟ نه اینکه در مطالب تورات در زمان موسی، بلکه اختلاف از این جهت که بعضی ایمان آوردن بعضی ایمان نیاوردن. فاختلف فیه ای آمن به قوم و کفر به قوم، یک قوم ایمان آورد یک قوم کفر کرد. کما اختلف فی القرآن، کما اختلف فی القرآن، چنانچه در قرآن اختلاف شد، یک گروهی ایمان آورد یک گروهی دیگه ایمان نیاورد. و هی تسلیه لرسول الله صلی الله علیه وسلم، مدارک میگه این تسلی برای رسول الله است. خب الان سوال هست و این دفع شبهه و جواب همین سوال است. ولولا کلمتون، سوال اینه که وقتی که اینا اختلاف کردن چرا خدا اونها را مؤاخذه نمی کند؟ اختلاف کردن یعنی ایمان نیاوردن. الله می فرماید چون وقت عذاب قبلا تعیین شده. کلمتون سبقت من ربک، این کلمه فیصله رب هست که قبلا سابقا انجام گرفته. ولولا کلمتون سبقت من ربک، اگر کلمه ای نبود یعنی وعده ای که سبقت کرده از جانب ربت، لقضی بینهم، حتما فیصله می شد بینشان. و انهم لفی شک منه مریب، همانا آنان درباره شک هستند از قیامت. مریب یعنی در ترددند، سرگردانند. و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم، این تخویف اخروی است. الله می فرماید هر یکی ما اعمالشون را کامل می دهیم. و ان کلا لما لیوفینهم اعمالهم، یبعثهم مقدر است، شرطش مقدر است. لیوفینهم اعمالهم جزا هست. معنی اینه که و ان کلا لما یبعثهم، هر یکی از انسانها هر وقتی که خدا اونها را مبعوث کند، از قبر بلند کند، لیوفینهم اعمالهم، اعمالشان را یعنی جزای اعمالشان را کامل میدهد. هر یک از انسانها را که خدا از قبر مبعوث کند، لیوفینهم اعمالهم یعنی چی؟ یعنی جزای اعمالشان را کامل میدهد. این ترکیب اول است. این شرط و جزا بعدا خبر ان نمیشوند. ترکیب دوم اینه که ان حرف مشبهه کلا اسمش، لما لیوفینهم ربک اعمالهم شرط است، انه بما یعملون خبیر جزا هست. معنی این میشه و ان کلا لما، همانا هر یک، لما لیوفینهم ربک اعمالهم، هرگاه که رب به صورت کامل اعمالشان را بده، یعنی کیفر اعمالشان را بده، انه بما یعملون خبیر، او به اعمالشان خبر دارد. یعنی وقتی که میده به اعمالشان خبر دارد، از روی علم میده، از روی خبر میده. خب فاستقم کما امرت و من تاب معک، اینجا امر هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعضی میگویند اینکه پیغمبر گفته شیبتنی سورت هود،
مرا سوره هود پیر کرد، این آیه پیرش کرد که خدا دستور داد استقامت، ثبات، ایستادگی. استقامت واقعا مشکله. انسان تا آخر مرگ انسان باید به همون مسیر خودش با وجود همه مشکلات بماند، ذره عقب نشینی نکند. و بعضی میگن نه، کل سوره که در سوره بحث عذاب است، بحث مؤاخذه خداست، اقوام را چگونه خدا گرفت، اینها باعث پیری رسول الله بودند. لذا الله می فرماید فاستقم کما امرت، همان گونه که امر شدی استقامت کن. و من تاب معک، هر کسی توبه بکند از همراه تو. ولا تطغوا، و شما طغیان نکنید، سرکشی نکنید. انه بما تعملون بصیر، همانا آن ذات نسبت به اعمال شما بصیر است. من الطاعت والعصیان بنویس، یعنی الله بیناست، هم طاعت را میداند هم عصیان را میداند. ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، اینجا خدای تعالی بعد از واقعات چند دستور میده، حداقل 5 دستور هستند، 5 امر هستند که اینها هم باعث تسلی هستند و هم رمز موفقیت هستند. خطاب رسول الله راست ولی همه ما مراد هستیم. اول اینکه فاستقیم، استقامت کنیم در مسیر خودمان. دومی که ولا تطغوا، طغیان نکنید، سرکشی نکنید، نافرمانی خدا نکنید. سوم به سوی کفار هم تمایل نشان ندهید. ولا ترکنوا یعنی تمایل نشان نده. الی الذین ظلموا به اعتبار دوستی، الی الذین ظلموا به سوی کسانی که ظلم کردن، یعنی به سوی کفار مشرکین. فتمسکم النار، آتش به شما میرسد. چرا گاهی انسان با کفار دوستی میکند، اثراتی در زندگیش میآید، به سبب این اثرات انسان بی عمل میشه، الحاد میاد در تفکرات انسان، انحراف میاد. این انحراف، این الحاد، این بدعملی، کجروی باعث میشه که انسان به آتش بره. لذا دوستی باعث آتش شد. فتمسکم النار، آن وقت آتش شما را میرسد. و ما لکم من دون الله من اولیاء، الله می فرماید نیست برای شما بغیر از الله هیچ اولیایی، هیچ حامی. نفی شفاعت قهری هم هست. ثم لا تنصرون، اون نفی شفاعت بود، این نفی حمایت است. سپس شما یاری نمی شوید، پس شما با کفار دوستی نکنید، با مشرکان. و اقیم الصلاة طرفی النهار، الله می فرماید این امر چهارم است، امر چهارم است برای موفقیت. نماز بخوان. کی؟ و اقیم الصلاة، نماز را برپا بدار. طرفی النهار، دو طرف روز. و زلفا من اللیل، و تکه های از شب، بخش های از شب. در بخش های از شب هم نماز را بخوان. ان الحسنات یذهبن السیئات، همانا حسنات سیئات را از بین میبرند. این را انشاءالله تفسیر میکنم. اما قبل از اون اقیم الصلاة طرفی النهار، اشاره به نمازهای پنجگانه هست. دو طرف نهار، یکی صبح هست و یکی چی؟ ظهر و عصر، که صبح یک طرف است، ظهر و عصر یک طرف است. اینا همه در روز هستند. و زلفا من اللیل، بخش های از شب در یک بخش چی هست؟ عرض کنم که مغرب است و در یک بخش دیگه عشاء است. هر 5 نماز اشاره شده. اما اینجا یک نکته دیگه خدمت شما عرض بکنم که امام رازی رحمه الله گفته از استدلالات فقه حنفی و فقه ابو حنیفه رحمه الله است. من خدمت شما همیشه عرض کردم که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اول توجهش به قرآن است
و استنباطات قرآنی بعداً به سوی احادیث میره. خیلی ظلم میکنند کسانی که میگن ابو حنیفه یا احادیث را نادیده گرفته العیاذ بالله، یا میگن این احادیث به ابو حنیفه نرسیده. چطور نرسیده؟ به من و تو رسید، او که در خیر القرون بود به او نرسیده؟ احادیث قطعا رسیده، اما ایشون بیشتر استدلالاتشون از قرآن است. ببینید در فقه ابو حنیفه شما خواندید که در نماز صبح اسفار بهتر است. افضل چی است؟ اسفار. اسفار یعنی چه؟ یعنی هوا روشن بکنه نماز بخوان، در تاریکی نخوان، یه مقدار بیا نزدیک به طلوع خورشید بیا. اسفار همینه، اون نزدیک سحر نخوان. خب حکمت همینو بیان میکنه که اسفار که باشه مردم بهتر میرسند، از خواب بیدار میشند. الان ماه رمضان ما در غلس میخوانیم، در تاریکی میخوانیم، چون الان مردم خودشون بیدار هستن. الان غلس بهتره، چون اگر دیر بخوانیم مردم خواب میرن، مردم یا شب هیچ نخوابیدن یا نصف شب بلند شدن. اگر دیر بخوانیم مردم به جماعت نمیرسند. پس اسفار بهتر است و در نماز عصر تأخیر بهتر است نه تقدیم، یعنی بعد از 2 مثل بخوانیم. امام رازی رحمه الله از این آیه استدلال ابو حنیفه را ذکر کرده. خدا فرموده نماز را برپا کن طرفی نهار، 2 طرف روز. 2 طرف روز گفته اشاره به صبح و عصر است. ببینید 2 طرف روز، نهار آغاز میشه با طلوع شمس، پایان مییابد با غروب شمس، درسته یا نه؟ پس 2 طرف روز اگر معنای ظاهریش را بگیریم یعنی عین طلوع شمس و عین غروب شمس، که این محال است، این ممکن نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از این صراحتا من کردن، فرمود عین طلوع شمس نخوانید، عین غروب شمس نخوانید، که این زمان چی هست؟ سجده منافقین برای شیاطین است. پس طلوع نه، غروب نه، اون وقتی که متصل با طلوع هست، اون وقتی که متصل با غروب هست، یعنی قبل از طلوع. همون اسفار ثابت شد یا نه؟ قبل از غروب، نه به وقتی که به کراهت برسیم، به زردی خورشید برسیم. پس قبل از غروب باز هم تأخیر عصر چی شد؟ ثابت شد به بعد از 2 مثل. پس ببینید استدلال از این آیه هست که طرفی النهار وقتی که متصل به طلوع هست یعنی اسفار فجر، وقتی که متصل به غروب هست یعنی تأخیر عصر. خب این یک استنباط، یک استدلال دیگری که توسط مفسرین هست اینه که فرمودن و زلفا من اللیل. زلف جمع هست، زلف جمع هست، نه جمع زلفه هست، بخش. حد اقل جمع چند تا هست؟ 3 تا. در 3 بخش خدا گفته نماز بخوانید. یک در اول شب بعد از غروب، بعد از غروب خورشید اول شب هست یا نیست؟ متصل بعد از غروب اول شب بخوان. این چه نمازی هست؟ مغرب. 2 بعد از غروب شفق، شفق که غروب کرد وسط شب میشه، دوباره نماز بخوان. این چه نمازی هست؟ عشاء. 3 آخر شب. آخر شب قبل از اینکه شب به پایان برسد وتر را میخوانی. بحث تهجد نیست، تهجد که نفل است. وتر را میخوانی. وتر هم چی هست؟ واجب است. لذا میفرماید که وجوب وتر هم از اینجا ثابت میکنه، چون وقت بهترش همون وقت است. پس در 3 وقت، در 3 بخش، بخش اول، بخش وسط و بخش آخر. والله اعلم اینا استنباطات ظریفی هستند که از قرآن میگیرند. ان الحسنات یذهبن السیئات.
همانا حسنات سیئات را کفاره می کند، سیئات را از بین می برد. منظور از حسنات نمازهای پنجگانه هست، سیئات صغائر از گناهان صغیره هست. یعنی نمازهای پنجگانه گناهان کوچک کوچک را از بین میبرد، کفاره میکند. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود این نماز تا اون نماز کفاره چی هست؟ گناهان ما بین نماز است، الا الکبائر، مگر کبائر که کبائر را باید توبه کرد. پس مراد از سیئات گناهان کوچک است، حسنات نیکیها، بالخصوص نمازها اونها را چی میکند؟ از بین میبرد. اما حضرت شیخ رحمه الله این تفسیری کردن که به نظر حقیر خیلی جالب تر است. اون اینه که سیئات اشاره به گناه نیست، گناهان کوچک و بزرگ نیست که ما دوچار این تکلف بشیم بعضی گناهان مراد بگیریم بعضی گناهان را مراد نگیریم. از کجا این استثناء را آوردیم؟ گرچه در حدیث اشاره هست ولی در آیه مطلق است. ایشون میفرماید سیئات منظور پریشانی ها هست. سیئات منظور چی هست؟ پریشانی، مصائب، آلام، رنج ها. اگر پریشانی، ناراحتی، مصیبتی داری، به حسنات رجوع کن. برو به طرف نماز باعث میشه پریشانی دور بشه. برو به طرف صدقه، برو به طرف همه حسنات تمام پریشانی های تو را از بین میبرد. به این معنی هست که این هم بسیاری از احادیثی هست این مطلب هم مفهوم است. لذا می فرماید ذالک ذکری للذاکرین، این پند جامعی هست برای پندگیرندگان، کسانی که تذکر بگیرند. واصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، این امر پنجم است. گفتیم 5 دستور بعد از واقع انبیا. الله می فرماید صبر کن، تحمل داشته باش در مسیر حق. علت این است که فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، الله تعالی ضایع نمی کند اجر نیکوکاران را یا اجر مخلصین را. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه، این تخویف اخروی هست. الله می فرماید چرا نبود از قرون گذشته، یعنی از الامم السابقه قبل از شما نبود اولو بقیه. اولو بقیه یعنی اولو فهم و عقل. بعضی گفتن اولو بقیه یعنی اصحاب طاعت و دین و عقل و صبر، کسانی که صفات خوب داشته باشند، عبادت گزار باشند، دیندار باشند، عاقل و با بصیرت باشند، با صبر و تحمل باشند، اولو بقیه اونها را میگن. الله می فرماید که قبل از شما، ببین قبل از شما در میان امتها انسانهای ذی عقل، انسانهای فهیم، انسانهای دیندار نبود که اونها را از فساد باز بدارد، الا قلیلا، مگر اندک بود اونها مردم را راهنمایی کردند، دیگه نبود. به این خاطر مردم به سوی گمراهی رفتند، به سوی خوشگذرانی و تعیش رفتند، به عذاب خدا گرفتار بودند. لذا خدای عزوجل مصلحین را اگر اهل شهری در اصلاح باشند، در طاعت و بندگی باشه، از بین نمی برد. الله مجرمین را عذاب میده. لذا الله می فرماید فلولا کان من القرون، نبود قبل از شما، من قبلکم، نبود قبل از شما، من القرون، در قرون و در امم سابقه، اولو بقیت یعنی اصحاب طاعت و اصحاب الدین، که ینهون عن الفساد، باز بدارند از فساد، فی الارض، در زمین، الا قلیلا ممن انجینا منهم،
مگر اندکی از آنانی که ما نجات دادیم آنان را. واتبع الذین ظلموا، الله می فرماید پیروی کردند کسانی که ظلم کردند، ما اترفوا، پیروی کردند از طرف از خوشگذرانی، از آنچه که اترفوا فی، در این زمین خوشگذرانی کردند. و کانوا مجرمین، و آنان مجرم بودند، جرائم پیشه بودند به دلیل عدم تبلیغ، چون که تبلیغ نشد. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، تخویف دنیوی، رب تو هلاک نمی کند هیچ قریه را از روی ظلم، در حالی که و اهلها مصلحون، اهلش مصلح باشند. الله با اصلاح قریه را نابود نمی کند، با فساد قریه را وقتی که فساد باشد نابود می کند. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحده، همون مطلبی که قبلا خواندید، اگر الله می خواست لجعل الناس، قرار میداد مردم را امة واحده، امت واحده یعنی همه را موحد، همه را مسلم بر طریق ایمان. اما ولا یزالون مختلفین، همواره مردم با هم اختلاف میکنند در دین. الا من رحم ربک، مگر اونی که ربت بر او رحم کند. لکن من رحم ربک، همیشه افراد با هم اختلاف خواهند داشت. ولذلك خلقهم، به همین خاطر خدا آفریده. به خاطر چی خدا آفریده؟ به خاطر امتحان، به خاطر ابتلا. عرض کردم که اینجا ولکن لیبلوکم، ولکن لیبلوهم چی هست؟ مقدر است. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده، خدا میخواست همه مردم موحد بشن، ولی ولکن لیبلوهم، الله تعالی بالاجبار همه را موحد نمی کند، بالاجبار همه را مؤمن نمی کند، خدا می آزماید. ولذلك خلقهم، به خاطر همین ابتلا، به خاطر همین امتحان خدا آفریده. ببینید اینجا یکی از حکمت هایی که گفتیم اگر همه را خدا وادار بکند به ایمان، همه مؤمن بشن، اون وقت دارالامتحان نمیشه دنیا. اینجا الله میفرما ولذلك خلقهم، به همین خاطر، به خاطر امتحان آفریده. و تمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس، این علت است. تمت کلمت ربک، وعده رب تکمیل شده. وعده رب، کلمه رب همون وعده هست. کلمه رب چی هست؟ وعده هست. اون وعده چی بود؟ لأملأن جهنم من الجنة، البته حتما پر می کنم جهنم را از جنات، و الناس از مردم اجمعین، همگی جهنم پر میشه از جن و انس. بله الله نجات بده. و کلا نقص علیک من انباء الرسل، در پایان سوره الله تعالی هم تخویف اخروی بیان می فرماید و هم فائده این داستانهای انبیاء را الله بیان می فرماید. این همه قصه برای شما بیان شد ای پیغمبر، به خاطر چی؟ یکی این که برای تثبیت قلبی شما، پیغمبر قوی میشه، تقویت میشه که نه تنها مرا تکذیب کردند، همه انبیاء را تکذیب کردند. ذا الله می فرماید و کلا نقص علیک من انباء الرسل، هر یک ما تعریف میکنیم بر تو از اخبار رسل. ما نثبت به فؤادک، آن مطالبی که به وسیله آن دلت را تثبیت میکنیم، قلبت را تقویت میکنیم. پس این فایده اول تسلی هست، تسلی قلبی. دوم وجاءک فی هذه الحق، ترغیب می آید در این واقعات، حق می آید. فی هذه، در این واقعات یا در این قرآن حق می آید. فی نفسه یعنی حق جلوی شما قرار می گیرد، حق و باطل مشخص میشه. اونی که عذاب یافت اون باطله، اونی که نجات یافت اون حق هست. و سوم و موعظه و ذکر للمؤمنین، و موعظه و پند برای مؤمنین هستن، برای مستفیدین.
وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مکانتکم. زجر هست در پایان سوره همراه با تخویف اخروی. ای پیغمبر به اونهایی که ایمان نیاوردن بهشون بگو اعملوا، شما به جایتون عمل کنید، على مکانتکم ای على حالکم و دینکم، به همون جایگاهتون، یعنی به دین خودتون، به آیین خودتون. انا عاملون، ما هم عمل میکنیم، ما هم به جای خود عمل میکنیم. وانتظروا انا منتظرون، وانتظروا، شما برای ما انتظار بکشید. وانتظروا بنا الدوائر، چون منتظر بودن حوادث و مصائب را برای پیغمبر. شما برای ما انتظار بکشید. انا منتظرون، ما هم منتظر میشیم. ای منتظرون ما ینزل بکم، اون چیزی که بر شما فرود می آید، بر شما نازل میشه، ما منتظر میشیم خدا چه عذابی میده شما را. ولله غیب السماوات والارض. خب آیا شما نمیدانید از زمان عذاب؟ غیب آسمان ها و زمین به دست ما نیست. ولله غیب السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است مغیبات آسمان ها و زمین. از همه احوال غیب فقط الله میداند. و الیه یرجع الامر کله فاعبد، و فقط به سوی الله برگردانده میشوند امور همگی، لا الی غیره، به سوی غیر خدا نه. فاعبده، پس فقط او را عبادت کن، خالصانه عبادت کن. و توکل علیه، و بر او توکل کن، فقط بر الله توکل کن، بر کسی دیگه نکن. و ما ربک بغافل عما تعملون، رب از اعمال شما غافل و بیخبر نیست، رب از اعمال شما با خبر است و مطلع است. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور